زنی پیدا میشه که بگه شوهر من 98% منو دوستم داشته باشه، 2% هم این دوماد این شوهر یه خانم یه دختر دیگه دوست داشته باشه. خانم اجازه هست یا اجازه نیست؟ با هم بگید. بوله بگید. نیست. هیچ زنی اجازه نمیده، گوش بده، هیچ زنی، توجه کن، هیچ زنی اجازه نمیده که شوهرش 98% اونو دوست داره، 2% هم یا خانم دیگه دوست داره. خانم تو که اجازه نمیدی 1% شوهر شما دلش برای جای دیگه، چرا بعد حجاب و آرایش کرده خودتو مطرح می‌کنی تو خیابون؟ وقتی خودتو آرایش می‌کنی تو خیابون یعنی مردم منو ببینید، منو ببینید منو ببینید. شو خب پس تو که راضی نیستی، گوش بدید، این استدلال قرآنی نیست، قرآن نخوندم حدیثم نخوندم، استدلال فطریه. تو که وجدانن راضی نیستی، فطرتا راضی نیستی، 1% علاقه شوهرت برای جای دیگه، خودت هم با این قیافه میای علاقه شوهر مردم رو به سمت خودت جذب، با هم بگید نکن. این دلیل حجاب منه. آیم داریم نمیخونم، حدیثم داریم نمیخونم، من میخوام بگم یه جوری حرف بزنیم که هر بیدینی بگه راست میگه. یعنی زنهایی هم که هیچ دینی ندارن بگی شوهرت 1% علاقش رفت جای دیگه حساس میشه، میگه خب اگر علاقه شوهر برای جای دیگه بده، خودت هم علاقه شوهر مردم به سمت خودت جذب نکن. مسئله حجاب